من 25 ساله بچه‌ام. 2 سال میشود که من همه امی وزبینی را در باره خودم کپیدم. نفرایی که من از شما قرضدارم. درک من دعای نیک نیک الله تا در یک جویگی همه امی مردمی شرفمندی تاجیک، همه امی برادرای صاحبکار که بقوت هستین، همیشه نامتون گرامی. الله از شما راضی باشه. Elif dedim bededim aman Kız Elif میگه در درگاه خلق بندگی ما را کشت، از بحر دنون دوندگی ما را کشت. گهمینتی روزگار، گهمینتی خلق، ای مرد بیا که زندگی ما را کشت. برادر عزیز من، با کمال احترام و صمیمیت بی‌اندازه، من علیزاده ظفر رستم، زاده و استقامت کننده شهر دوشنبه. برادر عزیز من، طول 2 سال میشه که در دبی فعالیت میکنیم، ماشین اکسپورت میکنیم طرف تاجیکستان. به همگی معلومه بسیار برادرها را ما صاحب ماشین کردگی، بسیار برادرها را مایمون روزی شدگی، در همون قدر رسیدگی و بعضی حالات چی مبینه که ما کم ترک در همین بیزنس ما شکست خورده. همنشینای خوب نیافتم در زندگی، برادرای خوب نیافتم در زندگی. برادرام سنگم زدن، برادرها پستوام کردن، برادرها در مبین را پرت افتادن و خودشون ایدو تماشا کردن. و من شکرانه میکنم به پروردگار به هر یک دردی که بهار مرا داد، به هر یک مصیبتی که به سرم آورد، من الله تعالی شکرانه میکنم، چون که باری بندش نیست. الله خداوند میگه کدام وقت عزت بخورم میتوند، کدام وقت بخورم میگیرش. برادر عزیز من، خیلی سخته امروز برای من که روی یکم بردم. برادرو من قرضدار شدم، زیاده از 150 تا 200 هزار دلار الحمدلله دادیم و حاضر باشد تگ 330 هزار دلار برادرو من قرضدار شدم. من برادرو دبی مرا آوردن، من با همراهی یک برادر آمدم و بیا کار میکنیم. کار بار ما برادرو یک چند لحظه من همین صحبت میکنیم و بخموندش و دوام کار میکنیم. آمدن برابر کار کردیم، الحمدلله سر وقت ماشینا رو روان کردیم. در همون سراغ که گفتگیم و ماشینا رفتن رسیدن. خیلی برادرها از ما صاحب ماشین شدن راضی‌اند. و بعد یک برادر دیگه از نامش هم قید میکنیم، یک جای پنهانیش نیست، زیاد گفتنی شخصیت که بارها و بارها در پیش کار میشتم، میگه من قرضدار نیستم. برادر عزیز، این دنیا جایی هست پگه هممون میبریم، سر هممون ثابت میمونه، چی سونداریم، چی میلیونر، چی گدایی، سر هممون میمونه. برادر عزیز من، تگ 90 هزار دلار همین آدم ما سون جمع کردیم دادیم. 2 تا کیمری 6، یا الیکسی گیبرید، یا مرسدس بنان قضیه سو میره از تماش کرد. همین کلینت ها قطعی همه زیاد در علاقه بدن. برادر عزیز، وقتی که از علاقه برآمد بر مردم مرخ میدن. برادر عزیز من، چی در مسئله برادر عزیز مصطفی، چی در مسئله سیرت، چی در مسئله زیا، برادر عزیز من هم گناهکار، من بگناه نیستم. من قرضدار شدم، من ایش دایش زدم دیدم که یگون که سود مون نکنم، نون بد نبرویم. حرکت کردم، پروردگار شکرش به هر یک نعمتش. نه برادر عزیز من، مرا شکستم. والله بالله قسم برادرها، این دردی که من امروز دارم برادرها، با والله قسم حقی من نیست برادرها. الله شاهده حقی من نیست برادرها. هر کس باید توانی کارای کردگیش در این دنیا بده. من گناه کردم، الله متعال مرا جزا داد. برادر عزیز من شما را نصیحت نمیکنم، از تجربه تلخم به شما میگم که همنشینی خوب پیدا کنین. در هر یک رویه میریم بریزگی پدر و مادر برین. نگین که او تات چی را میفهمی و چت چی را میفهمی. من نصیحت نمیکنم، من از شکل و از عذابی که امروز خوندم به شما میگم. والله بالله قسم به مرگ روزیم برادرم. و خدا برادرها یک گپ تو میگم، یک شخصیتی که در مابین جامعه آبرو داری، آبروی تو را برای 500 دلار در اینترنت میریزاند، تو میدونی چی خیلیه. بعضیاش توبه کردم از برای الله در پیشون گریستگیم که برادرها پلات نگرفتم. بسیاری همین شما را پلوش هم نگرفتم، همین که سایتی من لیتوی من پولات من نگرفتم برادر عزیز. من میگرفتم به خود من خونه میکنم، بعد من خونه میکنم، به خود من هیچ میکنم. با والله قسم در شهر دوشنبه ما کوارتیره اندم.
برای آبادی و زندگی، برای با همون آرزویی که اتم در دلش داشت ما در کردش، ما خواستم همون آرزوی را که ما بکنم یک زینک بالاتر گفتم برم. یکی الله خودش. برادرای عزیز، ما وقت یک کس هم ببینیم در پسه نگیرش که را خدا زده، پروردگار بالای بنده دوستارش همه مصیبت سختری نمیته و با اندازه قوتش برادرای عزیز ما دردش میته. حمدی به هم اون خدای پاک رو میگه از بی‌ادبان کنار بودن ادب است، از اهل ادب سخن شنیدن ادب است. بر بی‌ادبان ترک ادب نیست ادب، بر بی‌ادبان ادب نمودن ادب. میگه پاره نانی که دادم صد قناعت میکنه، نصف عمری خویش دادم دوست خیانت میکنه. برادرایی که مرا در اینترنت میشناسین، برادرای کوچ ویدیو را دیدین، همتون را معلومه بخیر. همینجا حاجی گناهگار اساسا مایم سایت مای حاجی یگان تایو یگان دیرم نداره که مرا یاردم کنن و من نمیخوام برادرای عزیز من صورتهای او را برورم او را یگان شم مکرد پس زدم برادران ما که دانش کردم. من میدونم برادرایی که قطعی یعنی آدمو شناسن خودشون میدونن که کیه کی چیه. این مینت زیاد والله بالله مرد نیستی، والله بالله مرد نیستی. او دیده و چه ما زندگی، او دیده پدر مادر ما زندگی، و چه ما با کسری رگ زد، پدر ما با دولینی زدش، خدمت شخصا دولینی زده. والله بالله قسم برادر شما شکلی نفهمین برادر، این چه چیزی سخته. روزی نیست یک خولیگانش نه برای اخراجت نکنن، روزی نیست که یک قرضدار بدر خونت نره، روزی نیست که والله بالله باردارای حقی من نیست. 90% که باردارای نمی قرض ما جمع شده در کزت هم در کار روشن بکنم چک پکی آدمو باور کردن که کردن من نیک من نبودم سایت من در دستی کس و حاضی جوابگر که برادر عزیز من عزیزی برادرایی که من آوردن در همین روز پرتوفتیم برادرو هرد سیرت زیو مصطفی کورنما که تو مصطفی والله بالله قسم شان شرفی سیمی ما تو پس دادی و والله با صورت زن مگرجتم کردم برادرو با صورت والله قسم دودار بودم پیون کم مگرجت. چی روزای سخت سنگین برادرای عزیز من گذشتن. آخر برادرای عزیز من هر یک برادری که دوست میکنه مرا از همه شما من میندارم. من یک ستوریز کردم برادرای عزیز من همه مرا نویس که برادر ما در برفیم گرچنده که مالی هم دستگیری نکنن روحان مرا دستگیری کردن. الحمدلله شکرانه الله. kalpler yaşar. برادرای عزیز من تقریبا با مبلغ $330,000 قرض شدیم. از همه شما احتراماً خواهش میکنم برادرایی که من تماشا میکنید، مادرایی که من تماشا میکنید، پروردگار کریم هیچ وقت داغ فرزند نبینید. هیچ وقت پروردگار فرزند شما قرضدار نشود، فرزند شما به یک راه بندر ما ببرد. با مبلغ $330,000 برادران قرضدار امروز روی اکران آمدم. از هر یک تا شما من خواهش میکنم برادران عزیز من که در همین وضعیت سخت مرا دستگیری کنید. والله قسم من امین قرضینی بگم امین سر مداومانی امین دوست دشمن بلند شد. والله قسم جان ما برای وطن میتونم. من شخصا شکرانه میکنم جوانی دورانی سویدی سکویتم در یک فضای صلح و ثبات امروز در تو چه من زندگی میکنم. شکرانه میکنم که الحمدلله یک سرور داریم که همه وقت تاکید میکنه جوانا را که جوانا شما آینده ساز ملتین. پایه استقلالیت دولتی جمهوری توتون در دست ما جواناه. والله قسم یک جوانی که در یک مشکلی میزنه سنگش نزنید بگذارید جوان دیگه شکسته نکنید. با والله قسم من شکرانه میکنم که در یک وطن صلح و ثبات و یک سروری و یک پدر مهربان ملت امروز بهترین شرایط مخصوصا برای ما جوانان مهم کرده. از همه شما برادرای عزیز من خواهش میکنم از ملتی سربلند توجیه ما خواهش میکنم برادرای عزیز من، مادرای عزیز، خواهرای عزیز، من در همین روزی پس دادم من دست کردم. اکوهایی که
گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر، آره شود لیک مخون جیگرش. بارداره عزیزی من، نفرهایی که من را تماشا میکنی چی کلانه چی میدم در نام تونجا میدیم. یک برادر بومدن اکای بابا جان، اکای منصور نعمتوف، اسماعیل تاجیک، اکای فرید، اکایی که من در این مسئله دستگیری کردیم که بیایم بچه را زبا کنیم، از این مشکل بودیم. الهی مهربان پروردگار از فرزنداتون زیر کنم. من غریبم برادرای عزیز من در دست یک کلانتر آب افتادم. پروردگار کریم برادرای عزیز من از خوری را نبینیم. من به خطا نیستم برادر، من بسیار خطایی کردم. برادرای عزیز من در خاک پاتون صدقه مرا دستگیری کنید، من میپذیرم بگم انشالله رحمان به امر پروردگار خدمت من چی در ملت تاجیک چی در برادران میرسد. و برادرای عزیزی من بسیاریاتون پرسیدین رقمایی که در باره اکرام میبینیم برادران 988 94 01 27 نمره اوچامه کارتای اوچامه دیشنبه سیتی هم داره، علیف هم داره، اودیون بانک هم داره. برادرای عزیزی من یک بار دیگه تکرار میکنم 988 94 01 27 آقای بابا مولوده مادر ما میشود. در شنبه در دوستی فرزند ما رو کنون خواهش دیدن داره مادر ما را و از حال همین مادر ما خبرگیری و مرحمتی میکنم. و برادرای عزیز من همین مبلغی که جمع کردیم همه نفرات که ما قرض دارم بسیاریشون 5000 10000 15000 20000 بخشیدن برادر که من قرض دارم. الهی مهربان پروردگار از فرزنداتون ست کنه. الهی مهربان از فرزند شما در این روزی بعد نغلطه برادر. ای همه شما بیندارم برادر عزیز من. کدام میتونه برادر عزیز من دستگیری کنه؟ یک سمه دست من چند سمی است؟ کدام نمیتونه دقمون دعا کنن و کدام دعا هم که نمیتونه التماس ضرر شده بسن. همه تونه دوست میدارم. امیدوارم که مرا میفهمید، مرا درک میکنید. الهی همه ما شما راضی باشید. مردک خوردن آب و نان و نمک در توف کردن، مردک به پول فروختن قطی کردن به پوف کردن که جای دشیشتن مردکی امری معروف کردن. گوشی مردک در خوندن پشی از نو در شوف کردن. مردک هرچی خور زور کردن، مردی کار بزوری مرد میدونی شکار کردن. مردک افکار کردن از زندگی بزور کردن، مردک از زندانی با غم و چشم بیمار کردن. شکستن مردک نکی مردکی در استخوان است، شکستن این ننگ ناموسی مرد بچه آسان است. همه گیده تنگه نکی مردی قرضون است، کسی برادرش فروخ منافقه مسلمان است. دیگه پونرای تلقی ای جگری مردی سخن با یادی مردکوی نمیتوان هر سدومن. سخن ای مردی سخن ای بینی تومن که ایام بزنم با گوشین و مرد بسوزن. یک ویدانی خوبی یک گلش به دور میشوه، یک بس میکنن ملغیره ای بزی به زور میشون. یک میفهمن مردکه یکش درد میکنن آخی چی میفهمن عذاب. مردکه مرد میکنن فخر میکنن و مردم میبینی گویا اگنت ای نوازی فنا پگان کوچه در چشم گوشی منتای برادر میگن گرد چا میکنن و اون موشن یوسف را اول چادم میپرتوین بعد میپوشن. برادر میفروشد بیگانه صبر مرد درد نمیتوان نقبش که مرد دلی سرد. ای برادر میگو برابر با جانی کش نموندم. برادر فروختن 300 تومانی دوره سری در کلان شیدم. بوی گوشت بیریان در ندیدن، از او بگشنگی و چیرتی نام در ندیدن. 16 سالگی در غریبی در سردی ای پای نفسم و یا چی میفهمم و یا مردی را. روزای نزدیک این چیزا شد ایره برای کلی مردکو. айни ҳол аҳволе ки ҳоҷи зерзе дора ҳамаи мо медонем. айдиси мо ҳам кори бисёр намеояд ва просто хостам ба якчанд мисраи як мотиватсияш диём. вақте агар ягон субо рӯй кардан чуни зурас кун ягон сумагам карта да мепартоем гуфтанем ки ҳоҷи зерзе гӯш ку брат и дарде ки ты дори и марда сархам мекунда, и ашки ты хонаводата пури ғам мекунда. аҳволи тӯра дидагӣ чашмора нам мекунда, и дарди тӯра дида дила аллам мекунда. ман медонам ки қинай не ки брати ма сабур бош, худои тӯразоқай брати ма ба ҳазур боши. биёбони ты иншолло ки гулшан дорад, и шаби сиёҳи ты бо рӯзи рӯшан дорад. мақсад мо амира ҳамиша живой голос мекунем, телеграм да мепартоем. мумкин ки пага телеграм да полни броя ва рӯзи дигар да ютуб телеграм канали мо марҳамат касое ки мехоҳем ва фикр мекунем ягон чиза ки ҳами ҷамъ мешидаги суми телеграма мо гред мекунем он бародарда.
салому дуруди бепоён ба ҳар як шумо бародарои азизи ман. Миннатдории худам ба халқи тоҷик мерасонам, ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷик мерасонам. Модарои азиз, падарои азиз, хоҳарои азиз, акои азиз, ай ҳаматон миннатдорам. Раҳмат барои суханҳои хубтон. Ҳазор раҳмат. Бародарое ки блогер ҳастед, ҳаматон, аз ҳаматон миннатдорам. аз ҳамаи нафарои ки шабакаҳои иҷтимоӣ дорад, аз хонанда то блогер, ай ҳаматон миннатдорам. ҳунармандо ҳаматон раҳмат. суханҳои ҳар яки шуморо хондум. Ростӣ паём бисёр успетку намекунам, но ба ҳад андоза мақсад ҷавоб додам. ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо. аллоҳи меҳрубон аз ҳамаи мову шумо розӣ бошад ва раҳмат барои бародарое ки حي